مفسر بزرگ امام قرطبی رحمت الله علیه آورده است که مرد سالهای سال در یکی از مسجدهای مصر مؤذن بود. او نمونه خیر و نیکوکاری بود. نور طاعت و عبادت در چهرهش می درخشید. او هر روز 5 بار برای اذان گفتن بالای مناره می برآمد. یک روز به داخل خانه مرد نصرانی که زیر مناره مسجد زندگی می کرد نگاه کرد و چشمش به دختری صاحب خانه افتاد و عاشقش شد. از آن را ترک کرد و به خانه دختر رفت. دختر از او پرسید چی می خواهی؟ او جواب داد که من تو را می خواهم. دختر پرسید چرا؟ مرد گفت چون عقلم را ربوده ای. دختر گفت من راضی به انجام حرام نیستم. مؤذن جواب داد با تو ازدواج می کنم. دختر گفت تو مسلمان هستی و من مسیحی و پدرم هرگز با ازدواج ما موافقت نمی کند و رازگی نمی دهد. مؤذن بلا فاصله گفت خوب من مسیحی می شوم. دختر گفت در این صورت با تو ازدواج می کنم. مؤذن نصرانی شد و به خانه اش رفت تا مقدمات عروسی را فراهم کند. وقتی به خانه اش رفت برای آوردن چیز به بالای بام برآمد و ناگهان از آنجا به زمین افتاد و جانش برآمد. به این ترتیب نه به دختر رسید و نه دینش باقی ماند. العیاذ بالله. انسان اگر چشمهایش را کنترل نکند و لجام نفس و شهوت را سر داده طبق خواهشات نفسش اینجا و آنجا نگاه کند، این نگاه ها او را در معرض خطر قرار می دهد و در نهایت شهوت طغیان و سرکشی می کند و بیقرار می شود و از انسان سکون و آرامش را می گیرد و او را از پروردگارش دور می سازد که سببگاری همه اینها همین بدنگاهی و نظر کردن به سوی چیزهایی است که دیدن آنها را خداوند حرام گردانده است. سرکشی و بیقراری شهوت چه انسانهای خوب و صالح و پایبند احکام شریعت را بعد از هدایت به گمراهی و ضلالت کشانده است. شهوت چه انسانهای عاقل را به گرگان درنده و دیوانه تبدیل ساخته است. پس بهوش باشید و چشمانتان را از دیدن چیزهایی که خداوند از دیدن آن منع کرده است و نیز گوشهایتان را از شنیدن آنچه که شما را به گمراهی می کشاند باز دارید، چون که از این چشمها و گوشها روز قیامت پرسیده می شوید. خداوند در کلام پاکش می فرماید استعیذ بالله ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. بدون شک گوش و چشم و دل هر یک اینها مورد سؤال قرار داده می شوند. صدق الله العظیم. پس ای برادر و خواهر عزیز، چشمها و گوشهایتان را حفاظت نمایید و مگذارید که این چشمها و گوشها نفس و شهوت شما را بیقرار کنند و سکون و آرامش را از شما بگیرند و عاقبت شما را تباه و برباد کنند. و السلام علی من اتبع الهدى. ای اسلام، ای دین جاودان، ای راحت پر جود و توان، دور است و اندیشه بدان، پاینده هستی و جاودان.